آیا می دانستید که هاوارد هیوز، نابغه و میلیاردر آمریکایی، چگونه از نابغه‌ای به دیوانه تبدیل شد؟ هاوارد هیوز، نابغه، مخترع، فیلمساز و میلیاردر آمریکایی، در طول مسیر زندگیش در هر حوزه‌ای که وارد می‌شد می‌درخشید. ما در این ویدیو به دنیای شگفت‌انگیز ولی عجیب و غریب هاوارد هیوز میریم و کشف می‌کنیم که اون با این همه درخشش و موفقیت چگونه از نابغه‌ای به دیوانه تبدیل شد. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. در 24 دسامبر 1905 در شهر هیوستن تگزاس پسری به نام هاوارد هیوز متولد شد. پدر هاوارد ابتدا مرد فقیری بود، اما بعدها به دلیل دانشی که در اون زمان از نفت داشت تونست به صنعت اکتشاف نفت وارد بشه و وضع مالی خودش رو کم کم بهبود ببخشه. اون بعد از چالش‌هایی که در حفاری چاه‌های نفت براش به وجود اومد، در سال 1908 موقعی که هاوارد 3 سالش بود موفق به اختراع بزرگی در صنعت نفت بکنه. اون اختراع مته حفاری با 168 لبه برنده برای استخراج نفت از زمین‌های مستحکم طراحی شده بود. این مته استخراج نفت رو راحت‌تر می‌کرد. اختراع هیوز پدر تحول عظیمی در صنعت نفت به وجود آورد. این اختراع ثروت زیادی رو هم برای خانواده هیوز به همراه داشت. به همین دلیل خانواده هاوارد در اون زمان جزو میلیونرهای دنیا محسوب می شدند. نام مادر هاوارد هیوز آلین گانو بود. اون مبتلا به بیماری وسواس شدید روی پاکیزگی بود که بعدها روی تنها پسرش هاوارد جونیور هم تأثیر گذاشت. هاوارد هیوز در 8 سالگی وارد مدرسه ابتدایی خصوصی شد، ولی اصلاً به درس علاقه‌ای نداشت. معلم‌هاش هم دائما از این موضوع شاکی بودند. درسته که هاوارد به درس علاقه‌ای نشون نمیداد، ولی فوق‌العاده نبوغ و استعداد در زمینه اختراع و نوآوری داشت، طوری که در سن 11 سالگی تونست رادیو اختراع کنه. 1 سال بعد هم هاوارد با ترکیب قطعات موتور بخار یک دوچرخه موتوری ساخت که عکسشو تو اون زمان توی روزنامه محلی هیوستون چاپ میکنن. عشق هاوارد به هوانوردی در سن 14 سالگی خودشو نشون میده، موقعی که به همراه پدرش در یک مسابقه قایقرانی شرکت میکنه. پدرش بهش میگه پسرم هاوارد، اگر تیم من امروز برنده بشه هر چی بخوای بهت میدم. اتفاقا اون روز تیم مورد علاقه پدر هاوارد برنده میشه و الوعده وفا. پدرش بهش میگه خب پسرم چی میخوای؟ هاوارد هم میگه $5 پول میخوام باهاش سوار هواپیمای آبی تفریحی بشم. پدرش هم قبول میکنه و دوتایی سوار هواپیما میشن. از همون پرواز اولین جرقه های عشق به پرواز در ذهن هیوز شکل گرفت و همه فکر و ذکرش شد هواپیما و پرواز. هاوارد هیوز خیلی زود پدر و مادرش رو از دست میده. مادرش در سن 16 سالگیش و پدرش در سن 18 سالگیش از دنیا میرن. هاوارد 18 ساله میمونه با میلیون‌ها دلار و یک شرکت بزرگ نفتی. اون هیچ سررشته‌ای از نفت نداشت، به همین دلیل یک مدیر خوب برای شرکت استخدام میکنه و خودش میره سراغ علایقش. یک روز که در حال بازی گلف بود، ناگهان یک هواپیمای 2 باله با حرکتی نمایشی از بالای سرش رد میشه. اون با سختی تونست خلبان رو ببینه و شناسایی کنه. روز بعد میره سراغ خلبان و بهش میگه حاضری با روزی $100 به عنوان خلبان خصوصی به من آموزش خلبانی بدی؟ خلبان مذکور هم میگه البته، چرا که نه. هاوارد نابغه بعد از 2 سال آموزش به یک خلبان حرفه‌ای تبدیل میشه. هاوارد هیوز یه مشکلی داشت، اونم آدم خجالتی و منزوی بود. اون به شدت از این مشکل رنج می برد. برای همین به فکر درمان خودش افتاد. پس تصمیم گرفت برای رفع این مشکل به هالیوود بره تا بازیگری یاد بگیره، بلکه بتونه این مشکل رو برطرف کنه. اون با نبوغ و استعدادش نه تنها خجالتش رو برطرف کرد، بلکه به عنوان بازیگر در فیلم 2 شوالیه عرب بازی میکنه و در اون فیلم میدرخشه. موفقیت در این فیلم باعث شد شجاعت لازم برای ادامه فعالیتش در هالیوود رو گسترش بده. پس تصمیم میگیره که صنعت هوانوردی رو با صنعت فیلمسازی ترکیب کنه و یک فیلم در مورد هوانوردی بسازه.
اون شروع به ساختن اولین فیلم هواپیمایی تاریخ به نام فرشتگان جهنم میکنه. در جریان ساخت فیلم علائم وسواس خفیفی که از مادرش به ارث برده بود داشت کم کم خودشو نشون میداد، به این صورت که مثلا بارها صحنه‌های ضبط شده فیلم رو تکرار میکرد که مبادا ابرها در صحنه اونطوری که خودش میپسنده منظم نباشن. جالبه بدونید که تو اون زمان اسکادران هوایی هاوارد هیوز در اولین فیلمش حتی از بعضی از کشورها هم بزرگتر بود. بگذریم. وسواس هاوارد باعث شد که پروسه اتمام فیلمش طولانی بشه. برای همین وقتی فیلم آماده شد، فناوری صدا با میکروفون به هالیوود هم اضافه شد و فیلم‌ها از حالت صامت خارج شدند و دارای صدا شدند. برای همین هاوارد هیوز فیلم فرشتگان جهنم که صامت بود رو برای اکران نفرستاد و از نو شروع به ساختن دوباره فیلم با صدا کرد. بالاخره در سال 1930 فیلم هاوارد هیوز با هزینه $2 میلیون اکران شد. این فیلم با استقبال بی‌نظیری روبرو شد و $4 میلیون فروش میکنه. هاوارد هیوز در صنعت فیلمسازی هم نابغه بود. فیلم دومش در مورد زندگی آل کاپون، گنگستر معروف آمریکایی در اون زمان بود. هالیوود به خاطر خشونت زیاد فیلم مانع اکرانش میشه، ولی بعد از شکایت هاوارد دادگاه به نفعش رأی میده و فیلم بدون سانسور اکران میشه. فیلم دوم هاوارد هم با استقبال شدیدی مواجه میشه و موفقیت زیادی رو براش رقم میزنه. اون بعد از اکران فیلم کمی از هالیوود فاصله میگیره و به صنعت هوانوردی میپردازه. هیوز یک شرکت هواپیمایی به نام هیوز ایرکرافت کمپانی تأسیس میکنه. اون تصمیم داشت سریعترین هواپیماهای جهان رو در شرکتش بسازه. درست بعد از 1 سال موفق شد اولین هواپیمای خودش رو به نام H1 با سرعت 566 کیلومتر در ساعت تولید کنه. هیوز تونست در اون زمان رکورد سرعت هوایی جهان رو بشکنه. رکورد بعدیش این بود که میخواست سریعترین پرواز به دور دنیا رو به نام خودش ثبت کنه. پس میره یک هواپیمای خوب اون زمان رو به نام لاکهید میخره و بهینه‌سازیش میکنه و برای سفر به دور دنیا آماده میشه. قرار بود که از نیویورک بپره و دور دنیا رو بره و دوباره برگرده سر جاش در نیویورک. اولین مقصدش که 16 ساعت طول کشید، به پاریس میشینه و بعد از سوختگیری دوباره پرواز میکنه و مقاصد بعدیش که مسکو و سیبری بودن رو برای سوختگیری انتخاب میکنه. در نهایت بعد از گذشت 3 روز و 19 ساعت و 14 دقیقه هواپیمای هیوز به نیویورک نشست. بدین ترتیب رکورد دیگری توسط این نابغه اعجوبه شکسته شد. میرسیم به سال 1940. در جریان جنگ جهانی دوم ارتش آمریکا سفارش ساخت تجهیزات نظامی مثل هواپیماهای غول‌پیکر و قطعات هواپیما به شرکت هیوز میده، ولی پروژه ساخت هواپیماهای غول‌پیکر که روی آب هم بتونن بشینن با انتقادهای سیاسی زیادی روبرو شد. ولی با تمام داستانها و درگیریها هیوز یکی از این هواپیماها رو ساخت و فقط 1 بار پرواز کرد که خلبانش هم خودش بود. یکی از مرگبارترین سوانح هوایی هیوز در سال 1946 اتفاق افتاد. اون در این سانحه به شدت آسیب میبینه و به بیمارستان منتقل میشه. مغزش آسیب میبینه و بیهوش میشه. خلاصه بعد از مرخصی از بیمارستان دکترها قرص‌های مسکن به شدت اعتیاد آوری رو برای مدتی براش تجویز میکنن، ولی هیوز وقتی حالش خوب هم که میشه این قرص‌ها رو قطع نمیکنه و تا آخر عمرش به مصرف اونها ادامه میده. کم کم با بالا رفتن سنش بیماری وسواسش هم شدت میگیره، طوری که وقتی دستاشو میشوره اونقدر صابون میزنه که از دستاش خون میزنه بیرون. یکی از رفتارهای عجیب و غریب هیوز این بود که 4 ماه در یک سینما زندگی کرد. همه کاراش هم اونجا میکرد و فقط به تماشای فیلم مشغول بود. سالهای پایانی عمر هیوز اصلا خوب نبود و اون از یک نابغه تبدیل به یک دیوانه شده بود. بیماری روحی و فیزیکی ناشی از سوانح هوایی اونو به یه معتاد به کدوئین با دوزهای بالا تبدیل کرده بود.
میلیاردر آمریکایی هاوارد هیوز 10 سال آخر عمرش رو در هتل‌های متعدد در شهرهای مختلف آمریکا زندگی کرد. سرانجام هاوارد هیوز در 5 آوریل 1976 در پروازی از مکزیک به مقصد زادگاهش هیوستون درگذشت. وضعیت جسمانی و شکل فیزیکی او در زمان مرگش به قدری با وضعیت عادیش فرق داشت که FBI برای شناسایی جسد از اثر انگشت استفاده کرد. هاوارد هیوز طبق وصیت‌نامه‌اش 1.5 میلیارد دلار از داراییش رو به مؤسسه‌های خیریه از جمله مؤسسه خیریه پزشکی خودش هاوارد هیوز بخشید و مابقی ثروتش رو به اقوام و بقیه داد. لطفاً نظرتون رو در این مورد برای ما کامنت کنید.